خب به نام خدا. پکیج آموزشی نوتا به صورت فارسی به صورت گوشی یعنی گوش دادن و نگاه کردن برای هنرجوهای عزیز که درآمد زیادی ندارن کلاس برن تهیه کردم. نمونه آموزشش رو الان براتون توضیح میدم. ببینید چقدر ساده و راحت، به شرطی که طرف علاقه داشته باشه، روزی 2 ساعت وقت بذاره و صبر زیاد داشته باشه، به راحتی میتونه یاد بگیره. کافیه فقط حالا این درسی که من الان میخوام بدم واسه افرادی که 2 ماه 3 ماه ساز زده باشن، یکم صدای ساز در اومده باشه، بمشون یکم پخته شده باشه، یکم تمرکز روی انگشتای نهی داشته باشه. ببینید الفبای موسیقی اول بار میای حفظ میکنیم. 7 تا اسم: دو، ره، می، فا، سو، لا، سی. حالا وقتی اینا رو حفظ کردی میای روی نی هم حفظ میکنی. دست بسته میشه نوت دو. شرط اول اینه که حفظ کنی. دو سوراخ اول وقتی رها میکنیم: ره، می، فا، سول، سوراخ پشت، لا. اینم فای دیزه که اصلا فعلا برش نمیداریم فعلا. پس شد دو، ره، می، فا، سول، لا. برای کسایی که حفظ نیستن، کسایی که